با دلار 100 تومن دیگه پولاتو واسه لباس نده. به جاش برو در کمدتو باز کن، ببین چیا داری، با همونا بیا یه استایل جدید بزن. همه اینایی که دست منه حداقل مال 4 سال پیشه. پس بریم باهاش یه استایل جدید بزنیم که هم ترند باشه، همین که پولمون پس انداز شده باشه. All the single ladies, 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 put your hands up. ببین این شمیزم ما واسه سر عقدم گرفته بودم. این پیراهنم اگه بری اون پایینای پیجم میبینی واسه 4 سال پیش عید بوده. کفش و شال و کیفم هم مال خیلی وقت پیشا بوده که گرفتم. هیچ کدوم از این آیتما جدید نیستن، اما ببین باهاش یه لوک جدیدی زدم که هم صورتیه که یکی از رنگای ترند امساله، همین که یه لوک دخترونه خانومانه شیکیه که میتونی واسه عیدت داشته باشی. برو الان یه نگاه به کمدت بنداز، ببین از چی هم میتونی استفاده کنی. اگر نمیدونی چه جوری استایل کنی لباسای قدیمی تو، عدد 1 رو برام کامنت کن کمکت کنم.